دوستان، تاهرستی هستم. خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. امروز میخوام براتون مرحله 9 GTA وی برم. امیدوارم که خوشتون بیاد. یادتون باشه که حتما این ویدیو رو لایک کنین، کانال من رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله بغلش هم بزنین. امیدوارم که خوشتون بیاد و دیگه بریم سراغ ویدیو. خب این مرحله باز کردن سگ فرانکلین یعنی چاپ هست. خب من ویدیو رو میزنم بره. خب شما اینجا با لامار و اینم چاپه باید برین سوار یه ون بشین. خب خب ون داخل این کوچه هست، باید بیان سوارش بشین. الان چاپ سوار ون میشه و لامار هم سوار میشه و شما باید برین یه جایی و یه موتوریا دنبال بکنن. خب من اینجاها رو ادیت میکنم تا برسه. خب به اینجا که رسیدین باید بیاین داخل این کوچه. اینجا باید وایسین. خب من میزنم ویدیو بره. اینجا یه موتوری هست، اون فرار میکنه و شما باید برین دنبالش، ولی نباید بکشینش، چون اگه بکشینش میبازین. فقط باید برین دنبالش. خب حواستون باشه که عقب نیفتین. اگه عقب بیفتین میبازین. خب خب اینجا باید بیان داخل بازار پارچه فروشی. میرین دنبالش و اینجا با اتوبوس میزنن بهش و پیاده فرار میکنه. شما باید اینجا پیاده بشین، چاپو بیارین بیرون و برین دنبال چاپ و اینجاها رو بدین. خب اینجا که رسیدین چاپ از داخل اون سوراخ میره و شما باید از روش بپرین، از روی این دیوار میرین دنبالش. اینجا رو بپرین. خب به این دیوار چوبی که رسیدین خودش که بدون میشکنتش. خب اینجا میاد سوار این قطار میشه و میره.
الان شما اینجا میتونید به چاپ هم تبدیل بشین. الان به فرانکلین تبدیل بشین. برین اینجا بهتون میگه شاید داخل این دوتا انبار باشه. شما راستو میزنین اینو و بازش میکنه. اولین داخلش هیچی نیست. حالا میره دومی هم باز میکنه و داخل دومی هم هیچی نیست. خب اینجا باید دوباره به چاپ تبدیل بشین. البته کنترلش و زاویه‌اش و اینا با خودتون نیست، با خود چاپه. اینجا به فرانکلین تبدیل بشین و چاپ میره و شما باید برین دنبالش. میره پیش این یک سگه و شما باید راستو بزنین تا بیارینش بیرون. و همینجور بزنید تا بیاد. خب اینجا دوباره چاپ میره، شما باید دنبالش برین. اینجا میگه 3 تا انباره، شاید داخل یکی از این انبارا هست. شما اولیو میزنین، درشو باز میکنن و داخل همین اولیه. حالا این چاپ میفته دنبالش و شما باید برین دنبالش. خب بهش هم نباید تیر بزنین، چون اگه تیر بزنین میبازه. خب چاپ میگیرتش و شما دستگیرش میکنین. حالا من میذارم بره. سوار ونش که کردین باید برش گردونین و برین خونه. حالا من اینجا رو ادیت میکنم تا برسه. خب شما باید یکم اینجا که وای میسین فرانکلین گوشی لاما رو پرت میکنه بیرون و اون فرار میکنه. الان شما باید برین کنار زمین بسکتبال. خب اینجا پارک میکنین و مرحله تمام میشه. خب دوستان اینم از این مرحله. امیدوارم که خوشتون بیاد. یادتون باشه که حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل من رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله بغلش هم بزنین تا به محض اینکه من ویدیو میذارم شما اولین نفر خبردار بشین. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.